لحظه می دود تند، دقیقه می رود زود، ساعت می گذرد به سرعت باد. روز عبور می کند سریع، شب می سوزد چون شمع. هفته می آید عجول، ماه تمام می شود آسان، سال گذر می کند شتابان. زندگی می دود تند، می دود تند، می دود تند. سوار بر موج شتاب، به کجا می رود این قافله عمر؟ به کجا؟ به کجا؟ به کجا؟ لحظه باید به آرامی پای نسیم باشد، به نرمی پر پروانه. دقیقه باید رنگین کمان لبخند باشد، سوار بر موجی روان. ساعت باید لذت چشیدن سیبی باشد در زیر نور مهتاب، لذت دیدار سایه و آفتاب. روز باید شوق کودکی باشد نشسته بر سفره عید، شب باید محرم دیدار دو عاشق باشد انتظار شیرین دو دست. هفته باید تپش قلب پرستو باشد مغرور از پروازش در اوج و شادمان از نشستن پرهایش بر کوه. ماه باید به تازگی اولین بوسه باشد بر لبان دخترکی عاشق. سال باید وسوسه هجرت باشد به رویایی دور و آغاز سفری بر خط شگفتی ها. زندگی باید چرخشی باشد در گرداب اندوه، توقفی باشد در سراب اوهام. گذری باشد از دیوار فریب، پرشی باشد از ارتفاع زشتی و ایستادن بر پله عرفان. زندگی باید کشف آرزوهای نهان باشد پی در پی، پوست انداختن مدام باورها. زندگی باید بیرون آمدن از پشت دیوار خاطره باشد، گردشی در باغ شادی ها. زندگی باید خوابی باشد بر شانه عشق و استراحتی در آغوش محبت. سلامی باشد به امید و نوشتن نامه ای به معشوق در زیر درختی که بر تن دارد نقش قلبی را به یادگار. قلبی که می‌داند زندگی وسوسه عاشق شدن است، زندگی وسوسه عاشق شدن است. به هجرت به رویایی دور، و سفری بر مدار عشق.